با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز این چرخ ایتو رو آوردن که مورد داره. ببینیم موردش چی است. خب این ارور ای20 میزنه. حالا بریم ببینیم علتش چی میتونه باشه. این به نظر میرسه مورد مال قسمت پدال دستگاه باشه. این پدالی که این زیر هستش باید چک بکنیم. یا واقعا ببینید این اهرم یه آهنربایی داخلش داره، اون جابجا شده باشه که درست نتونه انجام بده. نکته بعدی اینه که این فیشی که اینجا هستش که مال پدال پایین هست، اینو باید چک بکنیم. حالا میریم که این کارا رو انجام بدیم. خب این دفعه ایراد مشخص شد. این سیم ما کش اومده و از اینجا قطعی داره. به همین خاطر یا مجبوریم سیمو عوض بکنیم یا بیایم سیمو یه مقدار کوتاهش کنیم و دوباره اون سرسوکتا رو دوباره درستش کنیم و بذاریم سر جاش. حالا ما این سرسوکتا رو عوض کردیم و میخوایم بزنیمش داخل دستگاه ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا ما این فیش هم جا زدیم، درستش کردیم. حالا دستگاه رو روشن میکنیم ببینیم ارور ما رفع شد یا نه. و ارورمون رفع شد. حالا ما قبلا این دستگاه رو نخش کردیم و میایم بدوزیم. تمام.